سلام دوستان، امروز اومدیم با یه آموزش دیگه در FC25. امروز اومدیم 3 شوت کاربردی رو یاد بگیریم. اولین شوت بغل پا است که با مربع و R1 زده میشه. و بعضی از بازیکن‌ها طلایی اونو دارن، مثل محمد صلاح که میتونن این گلای خیلی زیبا رو به ثمر برسونن. و دقت کنین در چه محوطه‌ای اون شوتو میزنید. الان من در محوطه بد زدم و گل نشد. باید در این محوطه اگه پا چپه و اگر راست مخالف همینجا وایسید تا گل بشه. دومی شد پاور شد از و با مربع و R1 و L2 L1 میزنن. اون شدو همه بازیکن‌ها میتونن اینو بزنن، ولی بعضی بازیکن‌ها طلایی اونو دارن و سرعتش خیلی بیشتره. سومین شوت بیرون پا با مربع و L2 هستش که خیلی گلای آسونیه. دقیقا از هر جا بزنید داخل محوطه گله. به همین راحتی میتونید گل بزنید و هرچی بازیکنتون شوتش قوی تر باشه بهتر میتونه کات دارتر و بهتر بزنه. اینو میخوره دیگه.